جیمی آرامش ازم گرفته، انقدر دوستم داره. خواستم گوشت ببرم براش، دیدم پلاستیکش کثیف، بیخیال شدم. کفش خرس گنده ای رو که کثیفن میپوشیم. من آشغال برنج پیدا کردم. در این حال بودم که ننم زنگ زد گفت 20 صاحب بیا دنبالم و از یک شمه بازار آوردمش. همسایه همون جای نظری برامون آشغال میارن. با سرعت خر پیشتاز میریم به هتل ترانسیلوانیا. آشغال برای بچه‌ها مثل گندم برای مصری‌ها. منم یزار سیتم البته بدون قیافه. جهش جگواری غذای آفریقایی‌ها رو میدیم. من دیگه بیا سر سفره غذا حاضره. یه بچه پشکل راشو گم کرده اومده تو کفش من. از دامان طبیعت شامپو انفرم صحت چقدر زشت این کریم. پشت در برای اینکه گوسفندا نیام. کار مصریان تمام شد. بریم تو کار کنعانی‌ها. پدرت هم کجا در میری بیفانوس؟ افتادی تو تل نگاه شوهر انگل در رفت. پفک برای دم باسنش از جفتگیری زیاد ریخته. نصف پیمانه نون خوش و یک پیمانه کامل گندم می‌ریزیم تو معده گشاد ما. جیمی عاشق اسپن که فکر کنم بچم گیه. زود برید خونه دیگه، بس دختربازی. یه باربند نیسان رو چمنو پیدا کردیم و خواستم یکم رو چمنو مدیتیشن کنم که دیدم خوابیدم رو ان سگ. بچه فقط آرامش رو میگیره. وقتی میگم با سگ وارد رابطه شدی منظورم اینه.